السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان محترم، امروز به همگی معلوم است که بیماری سلفه یا اینکه گریپ زیاد شده است. انشاءالله تعالی در مورد علاجش صحبت میکنیم. خب برای یکم نزد ما عسل باید باشد، گوزدیکه، روغن الرحیق. روغن الرحیق از روغن های طبیعی مثل روغن سیاه دانه، روغن کنجد و روغن پودینه 100% طبیعی است. یعنی یگان چیز از خیمیا در اینجا وجود ندارد. خب کسی که از خنکی یا اینکه از سلفه شکایت دارد، شب در شکم خالی یک قاشقچه چای نوشی از عسل چای میکنید با گوزدیکه. از بالای عسل چای می نوشید با گوزدیکه. بعدا روغن الرحیق را یک قاشقچه استفاده میبرید، همچنان سحر و همین طور دوام میدید. انشاءالله تعالی احتیاط کنید، استفاده برید. انشاءالله تعالی شفا از جانب الله است، سبب می شود این چیزها علاج میابید. و از این عسل ما داریم عسل گریچشنی، عسل سیاه، بسیار هم عسل خوب است. یعنی این عسل از دیگر عسل ها فرق میکند. مثلا دیگر عسل ها بوی خاص دارند، ولی این کمی بوش دیگر است. شاید به کسی بوش یعنی معقول نشود، ولی داروی خوب است. انشاءالله برای علاج بسیار هم داروی خوب است. و همچنان گوزدیکه، این تیز است ولی علاج خوب است انشاءالله تعالی. همچنان رحیق، از رحیق و از عسل نزد ما هست. انشاءالله تعالی رقمای واتساپ ما هستند، با ما در علاقه باشید. به هر کدام شهر روسیه که خواهید ما میفرستیم. انشاءالله تعالی خود را احتیاط کنید. الله متعال یار و مددگار شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.